کسی تحقیق نکرد وهابیت که وهابیت چی است، که تو بدعت رد کنی، شرک رد کنی، قبر پرستی را رد کنی، شخصیت پرستی را رد کنی، کستی؟ نامت وهابی است. که مو مطلی که مردم دایم میکرد، میگفت که کسی برات گفت که الا بینی تا پیشک برد، اول دست دا بینی ببر، نه دنبال پیشک بدو. خب من در افغانستان که دیدم مردم دا بینی دست نمیبره، کمی بگوی که بینی تا پیشک برد دنبال پیشک بدوی در رایسته. او اصلا جوابی وهابیت برم داده. آلی من فهمیدم که کسی نماز خواب بخونه او وهابی است، کسی که پیروی از قرآن و حدیث بکنه، کسی که دنبال سنت پیغمبر بگرده، ایره مردم وهابی میگه. و یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی. امروز که در افغانستان به نام وهابیت زمزمه میشه و گپ بالا میشه، تو عالم من حیث عالم قرآن چی تحقیقی داری دمی مورد؟ اول بررسی کو وهابیت کدام فرقه هست، کدام گروه هست، دعوت برش روان است، در کدام جای مرکزیت داره. افسوس است که ملت به این اندازه غافل، که مو مطلی که مردم دایم میکرد، میگفت که کسی برات گفت که الا بینی تا پیشک برد، اول دست دا بینی ببر، نه دنبال پیشک بدو. خب من در افغانستان که دیدم مردم دا بینی دست نمیبره، کمی بگوی که بینی تا پیشک برد دنبال پیشک بدوی در رایسته. کسی تحقیق نکرد وهابیت که وهابیت چی است. یک شخصی برای من گفت، از من سوال کرد، مرا گفت که مولوی صاحب امی وهابی کی را میگه؟ من فهمیدم که اولی هر چی را بگویم در ذهنش نمیشینه. من برش گفتم که اول یک کار بکو، باز بعد از اون وهابی را برات معرفی میکنم. گفت چی کار؟ من گفتم تو اول می نمازی تا خوب درست بخوان. او فکر کرد که البته نقصانات در نماز ما است، از او خاطر مولوی صاحب من گفتم باز جوابی از ایرم برات میگم، تو برو نمازی تا درست بخون. گفت چه رقم درست بخوانم؟ من گفتم خوب رکوع بکو، خوب سجده بکو، قیام بکو، پس از رکوع که بالا میشی قومه را خوب درست بکو، در بین دو سجده جلسه خوب نماز بخوان. باز بعد از اون معنای وهابیت برات میگم. مردکه بیچاره که رفته نماز شروع کرده، گپ توصیه مرا دیگه عملی میکنه، نماز درست خوانده. بیچاره وقتی که نماز خلاص میکنه، یک دوست برش بالا شده، گمان میکنم که تو وهابی شدی. این مردکه ایران میمانه، این مردکه ایران میمانه. میگه نه خیر چی میگی تو بیادرم، چی میگی؟ گفت دیدم تا که نماز رقمی خواندی. این مردکه فهمید که اوهو مولوی صاحب خو واقعیت برم گفت. او اصلا جوابی وهابیت برم داده. آلی من فهمیدم که کسی نماز خواب بخونه او وهابی است، کسی که پیروی از قرآن و حدیث بکنه، کسی که دنبال سنت پیغمبر بگرده، ایره مردم وهابی میگه. و امی گپی من نیست. مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله از علمای دیوبند است. در دیوبند او را ابو حنیفه ثانی میگه. فتاوای رشیدیه کتابش است. از او سوال شده وهابی کیست؟ او جواب داده وهابی متبع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در کتاب خودشان. امروز که تو بدعت رد کنی، شرک رد کنی، قبر پرستی را رد کنی، شخصیت پرستی را رد کنی، کستی؟ نامت وهابی است. مولوی صاحب محترم، آیت قرآن کریم خبری تو آمد که اگر کسی آمد فاسق به یک خبر فتبینو، شما تحقیق بکنی. یک کتاب فعلا در بین اوساط مردم توزیع میشه به نام اعترافات جاسوس انگلیس به نام همفر. ای کاش این عقل کدام طرف میره؟ این بصیرت کدام طرف میره؟ یک چوپانم که پرسان بکنی
که یک کسی که جاسوس انگلیس باشه، جاسوس انگلیس اعترافات میکنه، شبکه خود افشا میکنه که ما چی کاروایا داریم. بگوی شما بگوی. او خود پنهان میکنه، او خود کارکردگی ها و عملکردهای خود پنهان میکنه، کسی آگاه نشه که باز فریب نمیخوره. او خود اقرار نمیکنه. انگلیس فاسق است یا عادل است؟ پیشی مولا عادل است. تبیین نمیکنه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک عالم است مثل سایر علما. شاید اقوال خطام داشته باشه، به ما معلوم نیست. تعالی الحمدلله کتابای از که ما مطالعه کردیم، در دسترس ما قرار داره، تحقیق کردیم، تمام مسائلش به بنیاد و اساس چیست؟ بگوید دلیل قرآن و حدیث است. کتاب توحیدش مشهورترین کتاب است، در کل جهان تدریس میشه و ایقا شهرت یافته که هیچ پرسان نکو. واقعا تحقیق توحید که او کرده، بعد از اینکه هر کس تحقیق میکنه دنبال روی ازی است. اما کتاب خو مطالعه کرده باشه، این مولوی صاحب یک دفعه مراجعه بکنه به اصل کتابی شیخ که چی نظر داره. این جاسوس انگلیس است، این تخریبات کرده یعنی که حقیقت دین بیان کرده، ما او را میگذاریم. در افغانستان ما اینجا امی گپا خیلی زیاد بالا میشه، خصوصا هر حادثه که میشه نقطه طرفی چی میشه؟ مسجد کمپنی. او مردم خیرت است. ما خو برنامه زیرزمینی نداریم تاکاوی، ما خو برنامه علنی داریم. ما در کل جاها درسی چی داریم؟ تفسیر. او ثبت میشه، او نشر میشه، او امروز در جهان نشر میشه. ملاحظه داری علی الرأس والعین، با چشم و سر. دعوای معصومیت خو ما نداریم که ما معصوم هستیم. حرکات ما را مشاهده میکنیم. شما که در این مسجد آمدی پابندی هستی جا؟ کدام کارت براتان داده شده که چیک میشه؟ تو بیا اینجا بشی ببین کدام ملاحظه که داری. خلاص کیست که نمیپذیره. ولی با تأسف ما از آیت قرآن کریم هم پیش دستی میکنیم، فتوا را صادر میکنیم، مردم تحریک میکنیم یورش ببره، هجوم ببره. در روز قیامت او دختری که در اونجا تو پایین کردی از موتر و کتک زدی، انشاءالله در روز قیامت این دختر استاد میشه. این دختر برای تفسیر آمده بود و تو کتک میزدی، مولای جواب میگی. این جوانی که با این قدر دورهای فتنه انگیز که باید هر ساعت و لحظه از او نعوذ بالله در فحاشی تیر شوه، لیکن او جوان برای تعلیم و آموختن کتاب الله و حدیث رسول الله آمده، شوق و اشتیاق و محبت قرآن حدیث داره و تو ملا فتوا داده مردم کتک میزنه، در روز قیامت جواب داده نیستی. جناب مولوی صاحب محترم کلیپ دیگر هم شنیدم. جناب مولوی صاحب شاید امکان داره پیدا میشه افراد است، همیشه در ذهنتان باشه یکی حکم مجموعه می باشه، یکی حکم فرد می باشه. مثل که یکی اسلام است یکی مسلمان است. اسلام و مسلمان فرق داره. اسلام نظام الله است. در نظام الله کسی نقصان اشتباه کمی کوتاهی را پیدا کرده نمیتونه تا روز قیامت، اخطار است. اما در مسلمان افراد پیدا میشه که شراب میخوره، افراد پیدا میشه زنا میکنه، افراد پیدا میشه قمار میزنه، افراد پیدا میشه خیانت میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه. افراد پیدا میشه. این مفهومی از این نداره که اسلام نادرست و غلط است. این مفهوم داره.